نمیتوانست نسبت به آنچه در ایران میگذرد بی تفاوت بماند. پس از آنکه هنرمندان در کنسرت‌های خیش با آنچه با نام جنبش سبز در ایران شهرت یافته است ابراز همبستگی کردند و بسیاری از نقاشان نیز آخرین آثارشان را به ندا و دیگر قربانیان خشونت در ایران تقدیم نمودند، در جریان هفته مد کلان یا هوتکوتوق روم، مانکن‌های مزون گاتینونی، یکی از 10 خانه‌های مد مطرح ایتالیا، با نوار سبزی بر مچ آخرین طرح‌های گوریرمو ماریوتو را به نمایش گذاردند. در انتهای این نمایش خود ماریوتو با پیراهنی در بزرگداشت از ندا آقا سلطان بر صحنه ظاهر شد و این نمایش را به این دختر دانشجوی ایرانی که به نماد جنبش سبز در جهان تبدیل شده است تقدیم نمود. ماریوتو که ونزوئلایی تبار است گفت ما مانکن‌ها را آزاد گذاشتیم اگر خواستند با مچبند سبز بر صحنه حضور پیدا کنند و اکثر آنها نوار سبزی را به مچ بستند و با طرح‌های من به روی صحنه رفتند. ماریوتو در ادامه گفتگو با خبرگزاری ایتالیا آنسا افزود تقدیم این نمایش مد به کسانی که چون ندا حاضرند برای آزادی دیگران از جان خود مایه بگذارند کمترین کاری بود که می توانستیم انجام دهیم. برخی از شبکه‌های سراسری تلویزیونی ایتالیا چون رد تیوی نیز با نوار سبزی در گوشه صفحه تلویزیون برنامه‌های خود را پخش می‌کنند. شبکه تلویزیونی یودم نیز در بالای پایگاه اینترنتی خود و در زیرنویس برنامه‌هایش از جمله برای ایران استفاده می‌کند. بر پایه آخرین گزارش برنامه پرشنونده زاپینگ که از شبکه اول رادیو سراسری ایتالیا رای پخش می شود، تاکنون 120 ساختمان شهرداری و فرمانداری در سراسر ایتالیا از شمال تا جنوب پرچم سبزی را بر سردر خود آویخته اند.